همتون از دم تیغ میگذارنن، به هیچ کدومتون رحم نمیکنن، چون اینا دشمنیشون با متوکل و مسلمیار نیست، دشمنی اینها با دین است، با اسلام است، با اهل سنت است. انسان در هیچ لحظه ضمانت زندگی خود را کرده نمیتونه و هر لحظه احتمال داره بمیره، هر لحظه احتمال داره بمیره. ملک الموت فرصت نمیده، پیش از پیش کدام پیام خاصی هم برات روان نمیکنه که تو آمادگی داشته باشی. پس بنده مؤمن در هر لحظه آماده مرگ باید باشه، چون هر لحظه احتمال داره الله تبارک و تعالی زندگی زورا مقدر تعیین کرده باشه. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرین مگر اینکه مسلمان باشین. هر لحظه آمادگی مرگ داشته باشی و یک هشدار است، واقعا یک هشدار بسیار خطرناک است. هر کدام ما شما از لحاظ ظاهری داره میکنیم که ممکنه هر لحظه مرگ سر ما بیاد، اما عملا کدام ما شما واقعا آمادگیش داریم؟ صادقانه اگر ببینیم به خود نه شاید هیچ کدام ما. اما ترس یا نه، یعنی میگه که واقعا هر لحظه احتمال داره مرگ بیاد، اما هر کدام ما که خود میگیم که نه دیگه من خود نخواد قصد و یقین داشته باشید که دشمن به هیچ یک از شما رحم نمیکنه، در هر منصبی که باشید، هر چقدر که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. روزی که صلیب به گردنت انداختی، لباس کشیش ها رو پوشیدی، در کلیساشون رفتی، اون موقع ازت راضی میشن. این حرف محمد انصاری نیست، حرف الله متعال است و الله متعال راست میگه. هر چقدر تنازل بدید، هر چقدر خودتون رو خوار و ذلیل بکنید، نه ایران ازتون راضی میشه، نه آمریکا ازتون راضی میشه، نه حکومت از شما راضی میشه. وقتی انسان به زنان اطفال امت نگاه میکنه که هر روز جنایت میشه، اصلا به الله قابل تحمل نیست و هیچ وجه، حتی حیوان نمیتونه این حالت تحمل کنه. ما دیگه این حالت نیست، هنوزم به الله بر نگردیم، هنوزم استغفار طلب نکنیم از گناهان خود. چه وقت بیدار میشیم؟ چه وقت بیدار میشیم؟ یا الله، از این حالت دیگه من نمیتونم تصور بکنم که حالت بدتر از این هم میاد سر آمد. به خاطری که حرف حق رو میزد، به خاطر اینکه غیر از خداوند از کسی دیگری نمیترسید. به خاطر اینکه به دنبال پول و منصب و جاه نبود، هر چی که براش پیشنهاد کردن قبول نکرد. شخصا از زبانشون شنیدم که میگه فقط گفتن شما فقط ساکت بشین، چیزی نگو، رو منبر هیچ حرفی نزن، این درساتو ببند. میگه قبول نکردم. چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله بزرگان دینی ما رقم نبودن، با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میری. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میری، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که از او تنها باشه. میگه در زندان با پروردگار خود خلوت من تبعید بکنیم، در زمین الله سیر میکن. چی چیز بیشتر از این کردن میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من از پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ یعنی گویایی که اونا منتظرن، پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردید؟ مالک یوم الدین چی برش آماده کردید؟ گپ جالبه میگه. میگه اعمال میکنم بعد الله پیامبر را دوست این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم، به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا آیا با خود فکر کردیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره؟ او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر
وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک که همه هستی به لرزه میآید. چه وقت قیامت بیدار میشه؟ چه وقت حالت خودت درست درک میکنی؟ کجاست انسانیت ما؟ کجاست اسلامیت ما؟ کجاست دینداری ما؟ کجاست اخوت دینی ما؟ کجاست اون دردی که یک مسلمان، یک انسان به عنوان یک انسان باید داشته باشه؟ قسم به الله هست وضعیت امروزی که مسلمان ها داره، قسم به الله هست انسان رو تحمل کردن نمیداره. چه رسه با یک نفری که او پیوند برادری دینی با ما داره. هر وقتی که الله شاهد است، هر وقتی که قضایای امت رو میبینم در ذهن خودم میاد خب اگر کسی اینمی عملی که بالفعل در مقابل یک خواهر مسلمان سوری و میانواری ما جون در اگر در مقابل ما باشه چی احساس می‌داشته باشه؟ آیا همین احساس داریم؟ اگر نداریم قسم به الله ایمانم نداریم. من هیچ وقت فراموش نمیکنم نامه یک خواهر مسلمان عراقی ما که از زندان ابو غریب بر مسلمان ها روان کرده بود. شروع نامه خود با قل هو الله احد کرده بود. قل هو الله احد الله الصمد. باز میگه ای امتی که این کلمه با ما شریکین، چرا بیدار نمیشین؟ بسیار یک نقطه خطرناک اشاره کرده بود. میگه ای امتی که در گفتن قل هو الله احد با ما شریک هستی، آیا این به اندازه یک پیوند نسبی برای تو ارزش نداره؟ کدامتون آماده هستین که خواهر و مادر رو ببینید نمی حالت سرش باشه و به خاطر از اون اقدام نکنید؟ کدام ما شما میتونید تحمل بکنید؟ حالا پیوندهای ایمانی به همین اندازه ما اساس شدن، به همین اندازه برای ما کم ارزش شدن. کجا از ایمان داریم؟ و باز این چقدر دردناکتر است که ما در همین حالت قرار داریم، هنوز هم دست یک دیگه خود بزنیم. این یعنی اوج حماقت، اوج نادانی، اوج جهالت و اوج تکبر. چه وقت بیدار میشیم؟ چه وقت شاد میشیم؟ منتظر چی هستیم دیگه؟ نمیفهمم. منتظر چی هستیم؟ چی حالت بیاد در امت که ما درک بکنیم و احساس پیدا بکنیم و ایمان ما زنده شه؟ چی حالت؟ منتظر چی هستیم؟ منتظریم هر کدام ما این حالت بالفعل سر ما واقع شد. هنوز ما ضرورت به اتحاد نفهمیدیم، هنوز ما ضرورت بر منسجم بودن نفهمیدیم، هنوز ما دشمن مشترک خود نشناختیم. چه وقت میشناسیم؟ چه حالت؟ من تعجب میکنم چه وقت ما درک میکنیم که ما برای مسلمان یک فریضه بسیار مهم به نام اتحاد وجود داره و چه وقت آیات الله را درک میکنیم که واعتصموا بحبل الله.